شخص رفیش عالمی غیبت برادرش بکنه، گفت فلانی درباره تو چی میگفت؟ وای چه حرفایی میزد. میدونی چی جوابش داد؟ فهمید که این بوی فتنه ازش میاد، این کلام بوی خون ازش میاد، این کلام بوی بی ایمانی ازش میاد. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. گفت ببین برادر، اگر اون چیزی که برادر من درباره من میگه در من باشه، پناه به خدا، استغفر الله، من توبه میکنم تا خدا برطرف بکنه. و اگر اون چیزی که برادرم پشت سر من غیبت میکنه درباره من در من نیست، دعا میکنم که خدا برادرم رو ببخشه، بیامرزه، معاف بفرمایم تا اشتباهش رو اصلاح بکنه. برخورد با یک فتانی که میخواد فتنه ایجاد بکنه، دید که دیگه کارساز نیست، سرش انداخت پایین، شرمنده شد رفت. گفت اگر اون چیزی که برادرم میگه در من هست، خدا منو ببخشه، و اگر اون چیزی که در من نیست برادرم داره میگه در من هست، خدا برادرم رو ببخشه. تموم شد، فتنه رو مسدود کرد و همینجور دلش صاف بود. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمود هیچ کدوم از شما شاگردان من، یاران من، حق نداری درباره دیگری اخباری را به من منتقل بکنی. من میخوام از دنیا برم، دلم نسبت به همه صاف باشه.